سلام دوستای خیلی خوبم. ما امروز اومدیم خونه حسن پیرنیا یا همون عمارت مشیرالدوله. این عمارت در سال 1899 به ثبت ملی رسید. ایشون کتاب‌هایی چون از همه مهمتر کتاب تاریخ مشروطیت، تاریخ باستان و کتاب‌های خیلی دیگه و مهمی رو اینجا نوشتن که به ثبت ملی رسیده. عمارتی بسیار زیباست در خیابان لاله‌زار، بین خیابان لاله‌زار و فردوسی. تمام بنا حالت طبیعی خودشو داره. داخل بنا نمیشه رفت چون محیط اداریه، ولی خب ما داریم از بیرون بنا لذت میبریم. شما هم ببینید چقدر زیباست و چه میراث خوشگلیه. البته پشت کنار عمارت پیرنیا عمارت هرمزه و حمام پیرنیای معروف که تو ویدیوهای قبلی دیدیمش.